سلام، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز هفتم مارس در خدمت شما. مقامات انتظامی فخرالدین زاکیروف یکی از وکیلان دفاع زید سیدوف وزیر سابق صنعت و صاحبکار زندانی را بازداشت کردند. با گفته مقامات آژانس مبارزه با فساد، فخرالدین زاکیروف برای اجرا نکردن معاملات مالی و بازنگردانیدن قرض یک بانک دستگیر شد، اما همکسبان فخرالدین زاکیروف این عمل را ادامه تهدیدهای آژانس مبارزه با فساد می‌دانند که هنگام بررسی پرونده زید سیدوف با وکیلان دفاع او بحث و جنجال می‌کرد. اظهارات و مراجعات پیوسته‌مان از خصوص آن که کوشش‌های راهبریت اگنتی قبل از همه غایب، جهت میان مردم به آبرو و بدنام کردن زیر حمایه‌مان به اساس و غیر قانونی است، سبب خصومت و بدبینی نسبتمان شده است. فخرالدین زاکیروف، اسحاق تبروف و شهرت قدرت و وکیلان دفاع زید سیدوف که با گناه‌های مختلف به 26 سال زندان محکوم شده است، میگویند مقامات انتظامی با پرونده ساخته و بافته این صاحبکار شناخته را به زندان انداختند. مقامات انتظامی تاجیکستان علیه پسر سفیر کشور در جمهوری بلاروس با اتهام قاچاق مواد مخدر پرونده جنایی باز کردند. یک مقام وزارت امور داخلی روز هفتم مارس بر رادیو آزادی گفت قرار دادگاه درباره بیگناه بودن قایمدادوف به اعتبار شده است و حالا تحقیق پرونده او ادامه دارد. ماه سپتامبر سال گذشته پسر قاضی دولت قایمدادوف را با همسرش مشتری در فرودگاه دوشنبه با 2.5 کیلو هروئین دستگیر کردند. بعد از این قایمدادوف آزاد شد، ولی همسر او را ماه ژانویه همین سال با گناه قاچاق مواد مخدر به 12.5 سال زندان محکوم کردند. در شهر دوشنبه در چارچوب تجلیل 100 سالگی زیادالله شهیدی آهنگساز شادروان و شناخته تاجیک یکی از پیسه‌های او با نام کامده و آمدن را به نمایش گذاشتند. برای گرامی داشت یادی آهنگساز معروف با سرپرستی مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل یونسکو طول 10 روز در تاجیکستان و خارج از آن محفل آزمون و کنسرت‌های مختلف برگزار می شود. کنسرت کامیرایی با اشتراک طالبخان شهیدی فرزندشان که ما تلفنی صحبت داشتیم، اومده در اینجا کنسرت کامیرایی تشکیل میکنیم با ارکستر کامیرایی از ایجادی و تاثیرهای زیادالله شهیدی. با قول این هنرمند تاجیک، خاطره زیادالله شهیدی را همچنین در فرانسه و بریتانیا گرامی خواهند داشت. زیادالله شهیدی یکی از آهنگسازان معروف تاجیک در زمان شوروی سال 1985 در سن 71 سالگی درگذشت. فرهنگ شناسان تاجیک میگویند نقشه‌نگاری زیبا در نانهای دایره شکل در تاجیکستان نشانه‌ها از عهد خورشید پرستی مردم است. ظفر میرزایان دانشمند شناخته بر رادیو آزادی گفت نقش و نگار و آرایش نان که شکل آفتاب را دارند از زمان پیشینیان تاجیکان آمده است که خورشید را پرستش می‌کردند، اما حالا این هنرها تنها آرایش است که کدبان‌های مسلمان تاجیک خوب انجام می‌دهند. خمیر می خیلی میرسه روز میکنیم با یک ده 15 دقیقه رو میگیره، بعد علاوه در میتیم اینم خیلی بعد تب میکنیم لو میچینیم، بعد نمی بیبوتون امرم در چندون میچسبونیم. نانهای پرنقش و نگار در تاجیکستان عمدتاً در روزهای جشن و عروسی‌ها زیب دسترخوان هاست. برای دیدن ویدیوی کامل و اشتها انگیز نانپزی و خواندن اخبار بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم و هم به صفحه‌های ما در فیسبوک، یوتیوب و توییتر و یا زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.